اما صحبت بر این هست که قهرمان جام اتحادیه یعنی برنده همین مسابقه به یک تورنمنت 4 جانبه در کشور آلمان اعزام بشه. حالا صحبت کردم به این شکل آیا این کار صورت گرفته خواهد شد یا خیر؟ یه ضربه از بازیکن شماره 27 تیم شاهین اهواز حمیدی و دروازه برق شیراز که تا این لحظه بهتر از شاهین همبازی کرده بود باز. جزئیات کار رو نگاه کنید. از نمای پشت دروازه شاهین 1-0 از برق شیراز جلو میفته. احساس رسید محمد آقا محمدی، یه ضربه سرور توی دروازه گل رو برق شیراز میزنه. این تحصیل آیسته هست و نتیجه به تساوی 1-1 کشیده میشه. حالا شیری یاره با تکنیک برق شیراز مقابل دروازه خالی و گل پذیرفته هست. گل دوم رو هم این چنین میزنه. شیری یاره شماره 8 سازنده توپ هست. اینجا دروازه خالی بدون دروازه‌بان. یه بار دیگه مرکز میدان حرکت با توپ بازیکن برق شیراز برای محمد متوری و گل سوم که بازیکن شماره 8 مهدی شیری میزنه. سازنده گل دوم اینجا برای سومین بار دروازه شاهین رو باز میکنه و